وقتی که خردسال بودند بین یکدیگر دعوا میکردند که مادری من است، مادری من است. یکی میگفت نه، این تنها مادری من است. دیگری میگفت از من است. و همین طور بین آنها جنگ میشد که مادری من است. و با یکدیگر میگفتند بیا رویم مادر را پرسیم. وقتی که نزد مادر میرسیدند مادر تبسم کرده میخندید و هر دوی آنها را آغوش میکرد، زیرا اینکه مادر میدانست که یک وقتی دیگر هم آمدنی است. یک زمانه جنگ و دعوا این بود که مادری من است، مادری من است. اما وقتی رسید که مادر پیر شد، اکنون جنگ و دعوا در این است که مادری توست، مادری توست. یکی میگوید ماهی گذشته در خانه من بود، فرزندان من بسیار عذاب کشیدند، شبها خواب کرده نمی توانستند، ناراحت بودند از سلفه های مادر. من دیگر نمی توانم. ببر مادر را در خانه ات یک ماه خواب کند، بعد می بینی چی طور مشکل است. یا اینکه بیا به نوبت یک ماه در خانه تو زندگی کند، ماهی دیگر در خانه من. امروز همان مادر برای فرزندان یک بار زیادی شده است. مادری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند بسیار دلم می خواهد که مادرم زنده می بود و من نماز خفتن را نیت کردگی می شدم با جماعت و مادرم صدا می زد، می گفت محمد. من داخل نماز می گفتم لبیک مادر جانم. مادری که زیر پایش بهشت گذاشته شده است. جوانی بود که مادری خودش را در خانه پیران سالان گذاشت. امروز خیلی افسوس است که این کار قریب که رسم و رواج یافته است. مادر وقتی که پیر می شود برده در خانه پیران سالان می گذارند. به هر حال این جوان برد مادرش را در خانه پیران سالان گذاشت و ملازمهای اونجا را رقمهای تلفن خودش را نوشت و گفت هر وقتی که مادری من به مرگ نزدیک شد مرا زنگ زنید، من تدفین مادرم را میخواهم در دهات خودم کنم. بالاخره روز ملازمان زنگ زدن این جوان را گفتند اگر مادرت را میخواهی ببینی بیا که در نزع جان است. این جوان آمد و مادرش را گفت مادر اگر تو یگان خواهشی داشته باشی بگو، من خواهشی تو را برآورده میکنم. مادرش گفت فرزندم اگر توانی همین خانه پیران سالان را کمتر تعمیر و آباد کن و کندیسنر بیار برای اینجا که وقتی گرمی های تابستان بسیار گرم است، پیران سالان عذاب میکشند. فرزندش گفت مادر اگر تو پیشتر میگفتی من برای تو این کار را انجام میدادم، اما حاضر چی در کار است این چیزها؟ مادرش گفت فرزندم من این چیزها را برای خودم نمیگویم، من میترسم که فردا پسران تو را به اینجا میآرند و در اینجا تو عذاب میکشی. سبحان الله. برادران عزیز ببینید این است قلب مادر، مادری دلسوز، مادری که در آخرین لحظه های زندگی هم بهر فرزندش می سوزد. الله مهربان برای ما توفیق دهد که خدمت پدر و مادر را کنیم در وقت زنده بودنشان و بعد از مرگشان دعای نیک بهر آنها. آمین. برادران عزیز این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.